دوستان عزیز، با خانه شما مبل و بر آشخانه شما گارنیتورهای با صفت لازم است و شما نمیدانید که از کجا چطور با طبع دل خود را پیدا کنید. پس ما این مشکلی را حل کردیم. شرکت فریدون مبل که چند سالها فعالیت کاری خود را در حدود فدراسیون روسیه کار می‌بردند و اینک در جمهوری تاجیکستان. شما تنها با رقم‌های در روی اکران بوده با طریق واتساپ یا اینکه اینچنین با طریق تلفنی زنگ زنید، همه نمودی درخواست‌های شما را با طور قلای و سریع آماده کرده به شما می‌رسانند. تنها از نام شبکه ما کاروان عمر سلام گویید. دوستی ما فریدون همیشه برای خدمت و برای شما آماده است و شما برای کار خواهان هستید. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم شما خوب هستین. خواستم درباره این کورس روبل دیگه ویدیو نکنم لیکن نشید. کم کم برای شما خبر دادم. اسم خوبه. امروز یکشنبه $100 با 924 سومن و 66 درم. و همچنین دوستان عزیز 100 یورو برابر شد به 1076 سومن و 58 درم. دوستان عزیز میبینین در ویدیو همو کلیکای شما در نمیکنه. یک تا لایک مونین، با کانال ما پادپیساس کردگی نباشین، پادپیساس کنین. رحمت برای دست کریم. در بانک ملی جمهوری تاجیکستان نشان داد کورس روبل 1000 روبل با 120 سومنی برابر بوده. این نشانه کورس روبل ان شاء الله بالا میشود. سلام دوستان، سنجش شناسنامه خارجی یعنی که زگرم پاسپورت برای شما مشکل شده است و شما نمیتوانید در کجا چطور بسنجید. و اما پیش راه این مشکل شما را گرفتیم. شما اکنون میتوانید در خانه نشسته پاسپورت های خود را بسنجید و جواب درست را بگیرید. تنها با طریق واتساپ با این برادر صحبت کنید. این برادر بر شما چیزی گفت همان کار را بکنید. البته جواب پورا و انیق به شما روان میکنند. و امروزها هم ای کار را رایگان نمی شود کرد، یعنی که اینها حق کاریشان را نیز میگیرند. با شما برای کار